بیشتر آدما هیچ وقت نمیفهمن که تحت کنترل بودن. نه چون ضعیفن، بلکه نشونه‌های کنترل پنهان کاملا عادی به نظر میرسن. بیش از 90% آدما تکنیک‌های کنترل پنهان رو بدون اینکه بدونن تجربه میکنن. نه توی اتاق بازجویی، بلکه توی رابطه، دوستی، محیط کار و حتی خانواده. اگه این نشونه‌ها رو نشناسی، مغزت خیلی راحت فریب میخوره. تو این برنامه 5 نشونه کنترل پنهان رو توضیح میدیم که اگه بفهمی دیگه کسی نمیتونه تو رو فریب بده. تقریبا همه ما یه تصویر اشتباه از کنترل شدن داریم. وقتی کلمه کنترل به ذهنمون میاد، یاد آدمی میافتیم که داد میزنه، دستور میده، تهدید میکنه یا مستقیم میگه چیکار کنیم و چیکار نکنیم. اما واقعیت اینه که خطرناکترین نوع کنترل دقیقاً برعکس این تصویره. کنترلی که بی صدا اتفاق میفته، کنترلی که تو رو مجبور نمیکنه بلکه قانعت میکنه، کنترلی که احساس نمیکنی از بیرون به تو تحمیل شده، بلکه فکر میکنی از درون خودت اومده. کنترل پنهان معمولاً جایی شروع میشه که تو احساس امنیت میکنی. در یک رابطه دوستانه، در یک گفتگوی ساده، در محیط کار، در خانواده یا حتی در یک آشنایی کوتاه. و دقیقاً به همین دلیله که مغز انسان اونو تهدید تشخیص نمیده. اولین نشونه کنترل پنهان تغییر تدریجی قضاوت‌های شخصیه. نه ناگهانی و واضح، بلکه اونقدر آهسته که متوجه نمیشی کی نظرت عوض شد. تو هنوز فکر میکنی همون آدم قبلی هستی، اما تصمیمات دیگه شبیه قبل نیستن. مثلا قبلا نسبت به یک موضوع مشخصی داشتی، اما بعد از مدتی بدون اینکه بحث جدی اتفاق افتاده باشه میبینی نظرت نرمتر شده. نه به خاطر دلیل منطقی جدید، نه به خاطر تجربه تازه، فقط چون بارها و بارها همون ایده به شکل‌های مختلف جلوی تو تکرار شده. مغز انسان به تکرار حساسه. هر چیزی که زیاد تکرار بشه کم کم آشنا به نظر میرسه و هر چیزی که آشنا باشه دیگه خطرناک تلقی نمیشه. اینجا دقیقاً نقطه‌ایه که کنترل پنهان کار خودشو میکنه. نشونه دوم، احساس گناه بدون دلیل واضحه. کنترلگرهای پنهان به ندرت تو رو مستقیم متهم میکنن. اونا فقط شرایطی میسازن که خودتو متهم کنی. مثلا بعد از یک مکالمه حس میکنی شاید زیادی حساس بودی، شاید زیاده روی کردی، شاید حق با تو نبود. در حالی که اگه دقیق نگاه کنی اتفاق خاصی نیفتاده. هیچ توهینی صورت نگرفته، هیچ خطایی اتفاق نیفتاده، اما احساس گناه وجود داره. این نوع احساس گناه نتیجه دستکاری مستقیم نیست، نتیجه الغای تدریجیه. کنترلگر پنهان به تو نمیگه تو اشتباه کردی، اون فقط طوری حرف میزنه که مغزت خودش به این نتیجه میرسه. نشانه سوم، ابهام دائمی در تصمیم گیریه. وقتی تحت کنترل پنهان قرار میگیری، تصمیم گرفتن سخت‌تر میشه. نه چون گزینه‌ها پیچیده‌تر شدن، بلکه چون اعتماد تو به قضاوت خودت کم کم تضعیف شده. تو قبل از هر تصمیم ناخودآگاه به این فکر میکنی که فلانی چی فکر میکنه. نه برای مشورت سالم، بلکه چون مغزت به حضور ذهنی اون عادت کرده. این همون لحظه‌ایه که کنترل از بیرون به درون منتقل میشه. نشونه چهارم، تغییر در روایت خاطراته. کنترل پنهان فقط روی آینده اثر نمیگذاره، بلکه گذشته رو هم بازنویسی میکنه. ممکنه به یه اتفاق قدیمی فکر کنی و یادت بیاد که اون زمان حس بدی داشتی، اما حالا وقتی دوباره اون رو مرور میکنی شک میکنی آیا واقعا اونقدر بد بوده یا نه. کنترلگر پنهان واقعیت رو انکار نمیکنه، اون فقط تفسیر تو از واقعیت رو آروم آروم تغییر میده. نشونه پنجم، عادی شدن ناراحتیه. این یکی از خطرناکترین نشونه هاست. وقتی ناراحتی، استرس یا فشار روانی تبدیل به حالت عادی میشه. مغز دیگه اون رو به عنوان هشدار نمیشناسه. تو ممکنه بگی همه همینطورین، زندگی همینه دیگه، من زیادی حساس نیستم، فقط واقع بینم. اما حقیقت اینه که مغز تو داره با شرایط سازگار میشه که نباید عادی باشه. کنترل پنهان معمولاً از روابط نزدیک شروع میشه، چون نزدیکترین آدم‌ها بیشترین دسترسی رو به ذهن ما دارن. اونا میدونن از چه چیزهایی میترسیم، چه چیزهایی برامون مهمه و کجا آسیب‌پذیریم. این نوع کنترل شبیه برنامه‌نویسیه، نه با یک دستور، بلکه با صدها سیگنال کوچیک، نگاه‌ها، مکث‌ها، جمله‌های نیمه کاره، تاییدهای مشروط. مثلا تاییدی که فقط وقتی داده میشه که مطابق انتظار رفتار کنی، یا سکوتی که وقتی مستقل عمل میکنی اتفاق میفته. مغز انسان به شدت به این الگوها واکنش نشون میده. در روانشناسی مغز ما دائما به دنبال پاداشه و خطرناکترین پاداش احساسیه. وقتی یاد میگیری برای حفظ آرامش،
محبت یا تایید، بعضی رفتارها رو تکرار کنی و بعضی فکرها رو کنار بذاری، این دقیقاً کنترل کامل شده است. نکته مهم اینجاست که اکثر افرادی که کنترل پنهان انجام میدن خودشون هم لزوماً آگاه نیستن که دارن این کار رو میکنن. بسیار از این الگوها آموخته شدن، تکرار شدن و از نسلی به نسل دیگه منتقل شدن. اما این ناآگاهی اثر رو کم نمیکنه. نتیجه همچنان یکیه: کاهش استقلال ذهنی. کنترل پنهان تو رو وادار نمیکنه کار اشتباه انجام بدی. تو رو وادار میکنه کم کم خودتو کوچیک‌تر کنی، خواستهات رو ساده‌تر، مرزهات کم رنگ‌تر و صدای درونت رو آرام‌تر کنی. و اینجاست که بزرگترین فریب اتفاق میفته. تو فکر میکنی بالغ‌تر شدی، منطقی‌تر شدی، سازگارتر شدی، در حالی که ممکنه فقط کمتر خودت باشی. بدترش اینه که مغز انسان این نوع کنترل رو امن ثبت میکنه، چون در ظاهر هیچ خطری وجود نداره، نه تهدیدی، نه دعوایی، نه اجبار مستقیمی، و دقیقاً به همین دلیل کنترل پنهان یکی از ماندگارترین و مخربترین شکل‌های نفوذه. اگه این ویدیو باعث شد حتی برای چند ثانیه به روابط، تصمیم‌ها یا احساساتت شک کنی، یعنی هنوز ذهنت کاملاً خاموش نشده. تو این کانال ما دقیقاً درباره همین چیزا صحبت می‌کنیم. دانستنی‌هایی که راحت نیستن ولی لازمن. اگه می‌خوای ذهن خودت رو بهتر بشناسی و قبل از اینکه دیر بشه الگوها رو ببینی، حتماً سابسکرایب کن.